بینندگان گرامی، درود و پیام. برنامه نوبتی کاشانه تقدیمتان می‌گردد. امروز در استودیوی کاشانه منظوره بانو. منظوره جان، خوش آمدید به برنامه ما خیلی خرسند هستیم که شما و این کدبانوها در برنامه اشتراک کرده هنرتان را به مخلصان پیشکش می‌کنید. ما می‌بینیم روی میز ما یک کادوی بی نهایت کلان ایستاده است. بگید که از همین کادو شما چی تیار می‌کنید؟ حالا که فصل پختن کادو است، کادو حالا سر همه جا به مهیا است. برای همین من از کادو امروز یک پیروگ آماده میکنم برای کدبانو. از کادو ما در خانه بسیار طعم‌ها تیار میکنیم. من تو سمبوسه ها. حالا که من دیدم در برنامه شما این چیزا رو من دیدم. پیشکش کردید برای ما بانوان. منظوره جان، من فهمیدم که شما مخلص دائمی برنامه ما هستید و البته سرشوی برنامه رو علاقه میدونید. ما برنامه رو از چی آغاز میکنیم؟ ما برنامه از خمیر آغاز میکنیم. برای تیار کردن خمیر 200 گرم جرغوت، 200 گرم مارگارین، یک دانه تخم، کمی نمک و مواد کاوا کننده لازم است. برای مواد داخلش بغیر از کادو پیاز، کمی شکر و البته نمک. در اول خمیر را تیار کنیم. یک دانه تخم را استفاده میبریم. هم زردی هم سفیدیش رو یک باره. بله. کمی نمک. آمیخته میکنید یا چیکار میکنید؟ آمیخته میکنید. کمی نمک تخم رو لط میزنید. مارگارین رو همراه میکنید. اینجا 200 گرم مارگارین. اینجا 200 گرم مارگارین رو کمی میده میکنید. برای کار کردن آسان شود. ما پیشکی باید روغن رو از یخدان براریم. تو اینکه کار کردن ما کمی آسان تر شد. ملایم شود. بله. خمیر کردن هم آسان تر میشه. با تخم و نمک مارگارین رو همراه میکنیم. بعد از تخم و نمک و مارگارین چی رو استفاده میبریم؟ جرغوت رو استفاده میبریم. و البته مواد کاوا کننده باید تیار کنیم. جرغوت رو همراه میکنیم. بله. مواد کاوا کننده لازم است. البته مواد کاوا همش رو لازم میکنیم. میاندازیم. مارگارین که کمتر سخت‌تر است، همش رو آمیخته میکنیم. پیش از انداختن آرد ما باید اون موادی رو که اینجا استفاده بردیم، یعنی یک دانه تخم، نمک و 200 گرم جرغوت و مارگارین رو تا آب شدنش هم باید آمیخته کنیم. چقدر آرد رو اینجا استفاده میبریم؟ نیم کیلو آرد رو استفاده میبریم. از روی دید میبینیم خمیر ملایم همون نگاه کرده باز همراه میکنیم. همش رو نغزه کک آمیخته کرده. بعد آرد رو استفاده میبریم. آرد رو همراه کنم؟ باید نباشه. کم خیلی با قاشق همراه میکنیم. میبینیم اگر کمی کنه باز همراه میکنیم. خمیر نه ملایم و نه سخت باید شود. بله، خمیر باید میانه باشد. نه سخت و نه ملایم. من فکر میکنم که هر کدبانو با دستش خمیر رو علاقه حس میکنه. ملایم است، سخت است. البته. باز کم کرده. دید شما همراه با همراه میکنم. در خانه تیار میکنید؟ البته تیار میکنیم. شما اینقدر با مخش پیشکش میکنید، هر یک چیزش رو نفس فهمونده. ما میبینیم تیار میکنیم. خیلی خوب. بینندگان گرامی، ما خیلی خرسند هستیم که بیشتری از کدبانوها طرز تیار نمودن نمودهای گوناگونی خورش و کوچه‌قندها را از برنامه ما آموختند، چون که برنامه ما برنامه تعلیمی است. خمیر تیار شد.
این یک زوالا می شود یا اینا ما با دو زوالا تقسیم میکنیم. یک بار تیار میکنیم یا میمونیم که دم؟ نه اینا ما میمونیم که اگر یک ساعت دم گیرد باز خوبتر میشود. این رو یعنی با دو زوالا تقسیم میکنیم. زوالا یک تاش رو کمتر کلانتر، دویمش رو کمتر مایده‌تر. میمونیم که دم گیرد. خمیر تیار شد. تیار شد. اکنون روی پوش میکنیم خمیر رو؟ بله روی میمونیم که یک ساعت دم گیرد خمیر. مرحمت. مواد داخلیش رو تیار میکنیم. یعنی کدو رو تازه میکنیم. بله. اکنون کدو رو با دو تقسیم میکنیم. با دو تقسیم میکنیم. ما میتوانیم از کدو نمودهای گوناگونی خیلی که شما گفتید طعم‌ها رو تیار کنیم چون که این برای ارگانیسم انسان به نهایت فایده کلان دارد کدو. شیر کدو هم تیار میکنن در صبحانه. آنا جدا کردیم کدو. کم نیست میشه میرسه؟ همین نشپاس. بس است بیاد نباشد این طرف گذاریم و درونش رو تازه میکنیم. بله. دونکویش رو ما میتونیم استفاده بریم. شسته خوش کرده بعد استعمال کنیم. این برای کودکان برای برطرف کردن کرمی معده بسیار فایده کلان دارد. بله. پوستش رو میگیریم. پوستش رو میگیریم. در وقتی شوربا تیار کردن پوستش رو نمیگیرن؟ نه نمیگیرن. این از ترشک میگذارونیم؟ نه این رو ما ریزه میکنیم چرکنجا. چون که آب شدنش ممکنه. آب میشد از ترشک کنیم آب میشد. بیاید اکنون پوستش رو میگیریم. پوستش رو تازه میکنیم. پوستش رو تازه کردنم با فکر اینقدر وینیه بینیمت پوستش سخت. مزاره جان بگید من کسب شما چی است؟ من موقتی کار نمیکنم در تربیه بچه ها مشغول. آفرین. و البته پخت و پز رو به نهایت دوست می‌دارید؟ به نهایت من پخت و پز رو دوست می‌دارم. من این رو چگونه ریزه میکنم؟ تو مایده چرکنجا شکل مایده بعدم نمیکنیم که آب میشود. بله. این رو در تفتون تیار میکنیم. البته. انا با همین طرز ریزه میکنیم کدو رو. اکنون پیاز رو ریزه میکنیم. چگونه ریزه میکنیم پیاز رو؟ پیاز رو مایده چرکنجا ریزه میکنیم. دید بینندگان گرامی ما پیاز رو در آب تر کردم تا اینکه در وقتی ریزه کردن آب چشم نباید. پیازم تیار شد. انا اکنون نمک و کم شکر میاندازیم. برای چی شکر میاندازیم؟ برای اون شکر میاندازیم که یه خیلی کدو شیرین یه خیلی شون نی. برای همون کمی شکر همراه میکنیم. اول کمی نمک میاندازیم. بعد باز شکر رو همراه میکنیم. شیرینی باید میشه بخورم. شیرین با مزه تر میشه. باز با مزه تر میشه. همش رو آمیخته میکنیم. تفتون رو گیرونیم؟ پیشکی؟ تفتون رو پیشکی میگیرونیم. تا چند درجه؟ تا 200 درجه. مواد داخلش تیار شد. روغن رو استفاده میبریم؟ روغن رو استفاده میبریم. خمیر رو تنک میکنیم. این محصولات رو بالای خمیر میاندازیم و خمیر روغن رو ریزه کرده میاندازیم. یعنی این روغن بعدتر برای ما لازم میشه. خیلی. الان تیار شد. خمیری که ما دو تقسیم کرده بودیم یک تاش رو تنک میکنیم میگیریم تنک میکنیم. یعنی به دو تقسیم کردیم کلانش رو میگیریم یا مایدهش؟ کلانش رو. در اول کلانش رو.
خمیر 1 ساعت دم گرفت. دم میگیرد. خمیر 1 ساعت دم گرفت. الکی دم گرفت. الان تونوق میکنیم. اکنون تونوق میکنیم. و همین لالی تفتون نگاه کردم. بیاید نباشد کدوم نمودی لالی تفتون رو من برای شما تیار کنم. گرده رو یا چوب؟ گرده رو. از لالی تفتون دیده باز کلانتر میکنیم. البته تو اینکه خمیر در روی لالی رو پورا پوشه. باید منیم خیلی شود؟ نه؟ از گردش کم طرف بالاتر باید. تو ما باز محکم میکنیم که کش میکنیم که خمیر محصولات داخلیش محصولات داخلیش برآمده نریزد. بینندگان گرامی با لالی تفتون ما روغن نمالیدیم چون که خودی همین خمیر در درونش روغن دارد. و محصولاتمون رو میاندازیم. بله محصولات داخلیش با محصولات روی خمیر رو پورا میپوشونیم. اما اکنون قسم دوم خمیرمون رو تونوق میکنیم. و این رو هم عینا همین خیلی تونوق میکنیم. مرحبا. به فکرم این کمک خورتر میشود از یک کمش دیگه. چون که گرد پیروگ رو خمیر پوشوند که آبش نبره. حالا نوبتی روغن ما روغن رو به هر طرفش کمی میاندازیم. اکنون روی پیروگ رو میپوشیم. روی پوش میکنیم. با خمیر. گردش رو ما باید خیلی محکم کنیم که آبش نبرد در وقت پختن. نبره. خیلی زیر کردن در کور. خیلی. باید باز قطع کردن در کور که خیلی نبراید. اکنون برایش تخم میمولیم. مرحبا. منظوره جان کمی سیرخ میکنیم؟ البته مبینش رو کمی اینجا فقط مبینش خیلی کم اما بعضی کدبانه ها تنها زردیش رو استفاده میبرم. بعضی ها هم زردی سفیدیش رو یک بارن. شما اینجا فقط زردیش رو استفاده میبرم. وقتی که زردیش رو استفاده میبرید بعد از پختن و نمودش بسیار تیلو رنگی خوشبوی و اشتها آور میشه. نمودهای گوناگونی کنجوت است. کنجوت سفید با سیاه دانه. ما در این پیروگ کنجوت سفید رو استفاده میبریم. انا ببینید چقدر نمودش زیبا شده. هم مشروع استفاده میبریم. اکنون لالی رو به تفتون میگذاریم. در طول چند دقیقه تیار میشه؟ در طول 20-25 دقیقه تیار میشه. مرحبا. پیروگ تیار شد. آفرین انا ببینید خیلی عجیب نمودش ببینید. بینندگان گرامی اهمیت دید من کنجوت سفید و زردی تخم دیدید نمودش رو چه زیبا کرد. اکنون میبریم. بینندگان گرامی ما باوری داریم که برنامه امروزی ما رو همه شما با دقت تماشا کردید. امروز برای شما منظور بانو یک نمود پیروگ رو با کدو تیار کردم. من فکر میکنم که از این برنامه بیشتری از شما سودی برای خود گرفتید و حتما کوشش میکنید که در خانه چنین پیروگ را با کدو تیار کنید. می نداریم از آنکه امروز شما در برنامه اشتراک کرده هنرتان را به مخلصان ما پیشکش کردید. تشکر. این بود برنامه نوبتی کاشانه هفته آینده در همین وقت و ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.